میخوام بگم زندگیم برخلاف آرزوهایم گذشت. مثلا گریه کنم میبینم نه، فقط خطای محض این حرف، اشتباه های ذهنیه. برمیگردم به این چند سال اخیر، به خصوص به این 1 سال گذشته. چه عزیزایی، چه بزرگایی، چه خوشتیپایی، خوشهیکلایی، مقامایی، چه شخصیتایی، چه ثروتمند، چه چیزایی از دست دادیم. این سالها حوادث بالاخره بوده، یه کشور در حال توسعه، می‌خواستیم به ابرقدرتی برسیم. گویا امروز چیزایی که من تو رسانه‌های خارجی رو می‌خونم، به 70-80% اون منافعی که برای ابرقدرتی این کشور تعیین شده بوده گویا داره رسیده میشه. ولی چه کسایی تو این راه هستن، تو این نزدیک 50 سال به خصوص تو این 50 سال اخیر ایران چه روزهایی رو دید، چه حوادثی رو دید. این 1 سال آخر که از اون خرداد پارسال با اون 12 روزه درگیری‌ها شروع شد، اومد دیماه شد، اون حج از دست رفتن عزیزانمون، اون حج از غم داخلی افتادیم به قولی زد و خوردهای طرفین. بعد دیگه زیاد نرم، من دیگه گفتم نه سیاسی حرف بزنم، نه این کارم، نه بلدم، نه فهم و شعور و عقل و منطقشو دارم. یه جوونم، خدا عمر و سلامتی داره و همه حوادث دارم، روز سر پاهم و زنده‌ام. بعدش این 40 روز بود، این حج از درگیری آتش بود. نمیدونم، نه گلگی جای گلگی نیست، هیچ روزای برخلاف آرزوام نگذشت، خدا عمر و سلامتی داره دارم زندگی کنم. هیچ گلگی واقعا امروز دیگه ندارم از زندگی. دیگه واقعا نمیشه گلگی که باید زندگی کرد، چون کسا و چیزایی از دست دادیم، به خصوص این مندازا که اصلا جای گلگی نی. من بیام چست ناله کنم، بنالم فلان اینا. خدا عمر و سلامتی زنده داریم، یه پولی تو جیبمون هست، میریم کار میکنیم، زندگی میکنیم. حالا بخواد بقیه‌اش هم برامون جور میکنه. به امید روزهای بهتر برای کشورم، برای وطنم، برای مردمم، برای همه کسا، همه چیز تو خاک پاک وطنم. و انشالله ابرقدرتی این کشور رو جشن بگیریم. انشالله از تمام دنیا توریست بیاد، گردش مالیش بیان این کشور و مردمش و بزرگی و عظمتش. سواحل جنوبی ما، سواحل شمالی ما خوراک توریستن، یعنی از تمام دنیا بیان این ساحل‌ها، این نوارهای ساحلی ما 100 کیلومتر، 200 کیلومتر، 500 کیلومتر نوارهای ساحلی جنوبی شمالی، 1000 کیلومتر جنگل داریم فلان، بیان و عشق کنن، ما هم پولا رو هی قوی تر شه.